اکای معروف شرط است که همین خیل نوارهای حرام را به نمایش گذاری. همه می داند که این صنعی است، واقعی نیست، ولی کاری حرام است، پهن کردن بی حیایی است. جوانان از این خیل نوارها چه عبرت بگیرند؟ برادرم معروف، از پهن کردن چنین نوارهای حرام بپرهیز و الا انتظار عذاب الله باش، زیرا این کار تو پهن کردن بی حیایی است که جزای آن را خداوند در قرآن عذاب دردناک در دنیا و آخرت وعده کرده است که به صورت بلا و مصیبتها و سختیها بر سرت می آید. نصیحتم را به خاطر الله بپذیر. خواهش میکنم فکرهایتون را به تحقیر نویسید. مقصد ما کسی را پس زدن و به آبرو کردن نیست، بلکه مقصد ما نهی از منکر است، یعنی بازداشتن از گناه تا در پیشگاه خداوند وظیفه ایمانیمان را ادا کرده باشیم. این را یقین بدانید که هر فرد مسلمان به خاطر نهی از منکر نکردن در پیشگاه الله پرسیده می شود. این را یقین بدانید.